محترم یونوسف، شما نیز در صحبت‌های قبلی همین چیز را تاکید کرده بودید که در مکتب‌های کشور درس شاهمات جاری کرده شود. نظر شما تغییر نیافته است؟ نه، تغییر نیافته است و ما هم کارمندان فدراسیون شاهمانی جمهوری تاجیکستان و هواداران این نمود ورزش بسیار خرسندیم از آنکه در سطح بالا به این مسئله توجه خاص جدا کرده شد و خیال میکنیم که این اقدام هم نیز یک سبب می شود که شاهمات در تاجیکستان ترقی بیشتر یابد. خوب، شاهمات به ذهن کودکان و نوجوانان چی تاثیر میگذارد؟ تجربه عمومی جهانی نشان میدهد که شاهمات برای تشکلیابی هم رشد ذهنی کودک، نوروز، عموما شخصیت و در رشد معنویت یا رول بزرگ میباشد، اهمیت بزرگ دارد و خیال میکنم که همین جهتی شاهمات را نیز به نظر گرفته چنانی که گفتیم در سطح بالایی به این نمود ورزش توجه ظاهر کرده شد. از نگاه شما برای جاری نمودن درس شاهمات در مکتب‌ها چی کارها را پیش از همه باید به ثبوت رساند؟ با فکر من سه عامل لازم است. سه چیز: یکم این شماره موافق مربیان آموزگاران این نمود ورزش، دوم برنامه مخصوص برای جاری نمودن در مکتب‌ها و سوم لوازمات. و از نگاه شما آیا همه مکتب‌ها را با معلمان یا مربیان شاهمات تامین کردن ممکن است؟ خیال میکنم یک بار نه، لیکن آهسته آهسته به تدریج، مخصوصا در شهرهایی که مکتب‌های ورزشی هستند، تکیه در همکاری با آنها، در تکیه با آنها مؤسسه‌های مکتب‌های متوسطه میتوانند تکیه به مکتب‌های ورزشی همین مسئله را حل کنند. لیکن در آینده من خیال میکنم که اگر در دانشگاه آموزگاری دولتی تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، اگر در فاکولته تیار نمودن معلم‌های تو زینه اول ابتدایی درس شاهمات جاری کرده شود، من خیال میکنم این مشکلی حل خود را مییابد. آیا چنین تجربه در دیگر کشورها هست؟ بله، باید خیال کنیم که در یکشان دولت‌ها از جمله آذربایجان، ارمنستان، اسپانیا، پولش، ترکیه و باز یکشان تای دیگر و البته در یکشان ولایت‌های روسیه درس شاهمات جاری کرده شده است. در کشور ما چنین تجربه هست؟ بله، قریب 3 سال می شود که در ولایت مختار کوهستان بدخشان در بسیاری مکتب‌های شهر خوروق شاهمات همچون فنی درسی جاری کرده شده است و من می‌خواستم از تجربه خودم را نیز با تماشابینان و شنوندگان رادیو محترم رادیو آزادی خبر دهم که 6 سال پیش در لیسه راهنما ما فنی شاهمات را جاری کرده بودیم زیر عنوان محفل رشد ذهنی و ما نیز تجربه داریم که میتوانیم با آن شناس نماییم هواداران این نمودی ورزش را. بینندگان عزیز، ما فعلا در باغ استاد رودکی حضور داریم که در مرکز شهر دوشنبه واقع است و باید گفت که در این باغ مکتب مخصوصی شاهمات کودکان و نوجوانان عمل میکرد و بعدی تجدید این باغ بنای مکتب شاهمات تخریب یافت و مدت 10 سال است که این مکتب جای تمرین، جای مشق، جای درس گذرانی ندارد. همینطور است؟ بله، شما درست خیاط نمودید. از سال 1975 تا سال 2006 2007 در این باغ مرکزی شهر دوشنبه مکتب مخصوصی ورزشی ذخیره‌های المپی اوید با شاهمات و ششکه فعالیت نمود. یک بینای بسیار خوب بود، در نزدیکی او چایخانه یادتان باشد. یک آشخانه خوب هم بود. اصلا پدر و مادران میتونستن آورده فرزندانشان مانن آنها تمرین کردن، خودشان در چایخانه نشسته بازی میکردن. یک مرکز خوبی جمعیت تمام هواداران این نمود ورزش بود. متاسفانه از مکتب بینای خود را ندارد. مربیان و آموزگاران مجبور هستند در هر کدام
جوی تمرین خود را پیدا کند. فرض کنیم وضع معلومه در دوشنبه پلازا، در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه، در نزد مکتب های جداگانه تمرین های خود را میگذرانند. در فرجام صحبت از شما خواهش دارم که طبع شاعری دارید، از اشعار خود درباره شطرنج یک پاره را قرائت کنید. علوم ناید به کف بی زحمت و رنج، کسی دارد خرد او صاحبی گنج. اگر خواهی که رشدت ذهن یابد، بیاور روی بر بازی شطرنج. برای صحبت صمیمی از شما سپاسگزارم. تشکر زیاد.